جاده 66 نماد آزادی خاطره. 3940 کیلومتر که از شیکاگو شروع میشه تا سواحل کالیفرنیا ادامه داره. جایی که ماشینای کلاسیک و دهه 50 جمع میشن واسه خاطره بازی. بچه‌ها خیلی شبیه رادیاتور اسپرینگزه، یعنی دقیقاً به همون شکله. اینو لژندا میفهمن. اینجا صدای لاستیکای ماشینای آمریکایی و آهنگای راک قدیمی که از رادیو پخش میشه دیوونت میکنه. آدمایی که اومدن خودشونو تو این مسیر گم کنن تا شاید تو دهه 50 پیدا کنن. ماشینا و مغازه های قدیمی و بعضن متروکه. اینجا زمان کند میگذره، انگار زمان خودشو کشیده عقب. جاده 66 نماد رویاهای بی انتهاست. جایی که ماشینتو روشن میکنی، شیشه رو میدی پایین و میگی بزنیم به دل جاده تا هر جا که دلت بخواد مسیر بازه. اینجا قصه جاودانه راننده هاست. اینجا همون مسئله خودمونه که میگیم بزنیم بریم جایی که غم نباشه. آره، مخصوص کسایی که عاشق رنگ و بوی آمریکا هن. زمستونای این جاده حال و هوای خاص و جادویی داره، مخصوصا تو بخشای مرتفع‌تر مثل آریزونا و نیومکسیکو. تو صبحای سرد و مه‌آلود جاده مثل یه فیلم نوآر قدیمی به نظر میرسه. بوی قهوه، موتور ماشینای قدیمی. تو زمستونی قصه آروم اما پر از تصویرهای سینماییه. جاده‌ای که با برف، مه و سکوت تو رو از واقعیت جدا میکنه و میبره به دل خاطرات. شاید دیگه مثل قبل پر رفت آمد نباشه، اما هنوز اصالتش رو حفظ کرده و بهشت کساییه که عاشق دهه 50 آمریکان.